4 جوان زاده تاجیکستان از جمله 2 نوبالغ در شهر چلیابینسک روسیه با اتهام دست داشتن در کشتار یک نورس 17 ساله ساکن این شهر دستگیر شدند. روز 11 اپریل سال 2023 دادگاه نویه سنترالنه 2 نفر آنها دانشجوی 20 ساله کالج منطقوی اورال شهران میروف و شریک او طاهر جلیلوف را به حبس پیشکی گرفت. تفتیشات محض شهران میروف را گمان به شونده اساسی میشمارند و بر این است که محض او با یک ضرب کار نورس روس را به هلاکت رسانیده است. این مناقشه مرگبار شب 9 اپریل در یک مرکز بازی‌های کامپیوتری در چلیابینسک آغاز یافت. سپس طرف‌ها برای ادامه رزبار به کوچه برآمدند. در نتیجه بنا به اطلاع ریاست تفتیشات ولایت چلیابینسک شب 9 اپریل در نزد یک بنا جسد ساکن 17 ساله محلی را با علامت‌های مرگ مجبوری و زخم کارد پیدا کردند. پلیس ولایت چلیابینسک خبر داد که با گمان دست داشتن در این کشتار 27 نفر از جمله 5 نوبالغ را به شبهه‌های پلیس آوردند. در نتیجه چاره‌بینی‌های انجام شده کارمندان پلیس به صورت فوری گمان به شونده اساسی را دستگیر کردند. در ادامه چاره‌بینی‌های فوری و جستجوی با 3 اشتراکچی دیگر مناقشه از جمله 2 نوبالغ دستگیر شدند. گفته می شود در خبر خود تاجیک‌های دستگیر شده و نزدیکان آنها برای شرح قضیه دست نارسند، ولی مفتش در دادگاه نقل کرده است که حملگران به بدن خواننده مکتب هر کدامش نه کمتر از یک ضربه زده با این اراده او را شکستند و میروف او را یک ضربه کارد زده است. شهران میروف در دادگاه گناهش را قسماً به عهده گرفته است، ولی گفته است که آنها این کار را در حیات گروهی انجام دادند. در رابطه با کشتار خواننده مکتب مقامات تفتیشاتی چلیابینسک بر اساس ماده 105 قسم 2 بند ژ کودکس جنایتی روسیه پرونده جنایتی گشودند. این بند قانون برای کشتار از جانب گروه شخصان با مصلحت پیشکی یا در حیات گروه همچون جزا از 8 تا 20 سال زندان یا حبس عمرباد را پیش بینی میکنند، ولی طبق قانون معیار جزای نابالغان نسبت به کلانسالان سبکتر است.